چندین رسانه بین المللی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا و ایران به یک سازش سنجشی تمدید آتشبس عمل کننده دست یافتند و حال آن تصدیق پرزیدنت دونالد ترامپ را انتظار است. خبرگزاری ریترز با تکیه به 4 منبع آگاه از این موضوع نوشت سازش آتشبس را به مهلت 60 روز دیگر دراز کرده اجازه حرکت آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را پیش بینی می‌کند. همزمان مذاکره‌ها برای بررسی موضوعهای سنگین‌تر مثل برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت در این گفتگوها موقع واشنگتن قوی‌تر است و هشدار داد که در صورت ناکام شدن گفته شنید و برای دستیابی به نتیجه دلخواه اقدامات حربی را هم کنار نمیگذارد. و روز 28 می در یک مصاحبهش با فاکس نیوز گفت در صورتی برای ما نامناسب بودن سازش احتمال از سرگیری اقدام‌های حربی وجود دارد. او با این اظهاراتش اشاره کرد که در صورت ناکامی راه‌های دیپلماتی در مذاکره‌ها مأموریت کاخ سفید از راه‌های حربی کار بگیرد. من گفت و شنید می کنم. آنها مذاکره کننده های خیلی خوب و زیرکند، ولی در نهایت برتری با ما است چون ما آنها را از نظر حربی مغلوب کردیم. ببینید آنها حالا ارتش بحری ندارند. 159 کشتی داشتند، همش در قعر بحر است، همش. عکسش را داریم. آدمانی داریم که زیر بحر رفته عکس صدها کشتی را گرفتند. ارتش بحری آنها 100% نابود شد. نیروهای هوایی آنها پوره 100% از بین رفت. در همین حال خبرگزاری‌های ایرانی میگویند که روز 28 می ارتش این کشور به سوی کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله‌های موشکی آگاه کننده انجام دادند. یعنی کشورهای منطقه باید جدا از این تحولات ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تجارت حربی نفت ایران تحریم‌ها جاری نمود و 8 کشتی انتقال دهنده مواد سوخت به بازارهای جهانی را هدف قرار داد.